در مورد مسائل مذهبی بفرمایید کی وارد ولی حالا من اینم میخوام با یه تجربه‌ای که با شاه داشتم براتون شرح بدم. ما بعد از انقلاب در قاهره یه دفعه با شاه نشسته بودیم و من به ایشون میگفتم شما ایمان دارید چون خدا بهت ایمان داده، و ایشون به من میگفت که من ایمان دارم چون خودم انتخاب کردم که ایمان داشته باشم. بعد از اون من با یکی از آقایون علما که معمم بود، خدا بیامرز، آقای آیت الله قروی، خیلی نزدیک بودم به ایشون که گفتم و واقعا خدا بیامرز ایشون رو، انسان بسیار خوبی بود. ایشون به من گفت که هر دوتون راست میگید و من نفهمیدم که ایشون چی میگه تا شاید مثلا 4-5 سال پیش. حالا مثلا بعد از 25 سال من فهمیدم که آقای مثلا قروی چی میگه. من از روزی که به دنیا آمدم خدا به من ایمان عطا کرده بود، در نتیجه من دیگه انتخاب نکرده بودم که ایمان داشته باشم. حالا این ادامه داره. بعد شاه تا اونجایی که خود ایشون میگه که من خودم انتخاب کردم، یعنی اینکه با ایمان به دنیا نیومده. بعد همونطوری که حضرت عیسی میگه در رو بزنید و خدا در رو باز میکنه. ایشون انتخاب کرده، از خدا خواسته، خدا بهش ایمان داده. و حالا مسئله بعدی که من دوست دارم براتون عرض بکنم این است که ایمان مراحل زیادی داره که حالا اونم اگه خواستید براتون یه تجربه شخصی خودم رو شرح میدم. و درسته که خدا ایمان رو مثلا به من داده و هر چقدر هم که ایمان شما قوی تر بشه، خدا از قدرت خودش با کیفیت بالاتری به شما عطا میکنه و یکی از این کیفیت ها همون دیده و فهمه. و برای همین هم هست که پیامبران و امامان از فهم و دید بالاتری برخوردارن. ولی برای اینکه ما بفهمیم که در قرآن چی نوشته یا پیغمبر چی میگه یا امام ها چی میگن، ما هم باید درجه ایمان خودمون رو بالاتر ببریم. ولی میشه انسان مثل خری که کتاب بارش کردن که در قرآن هست. پس حالا درسته که حالا مثلا من یا شما یا چند نفر دیگه یا ممکنه اکثر مردم با ایمان به دنیا میایم، ولی بعد باید سعی بکنیم که دائم در رو بزنیم و این ایمان خودمون رو رشد بدیم و تکامل پیدا کنیم. حالا من این قسمت هم براتون این وسط بگم. من وقتی در جنگ بودم با آقای رضا پهلوی و اینها همه جور قربان به من حمله می‌کردند و فشار از همه جا قربان فراوان می‌آمد و دائم به خدا عرض می‌کردم که خدایا من دیگه نمی‌کشم. و یه شب به خدا عرض کردم که خداوندا، حضرت عیسی می‌فرماید که اگه شما یک جو ایمان داشته باشی میتونی یه کوهی رو تکون بدی. ما که پدرمون در آمد که چطور شدیم مثلا. بعد شب خواب دیدم یه خانومی با صدای بسیار رسا برای من میگفتش که تمام اتفاقاتی که برای تو افتاده برای تکامل تو هست و تکامل 11 مرحله داره و تو در مرحله سوم هستی. که من از ترس بیدار شدم، گفتم خدای بقیه‌اش باشه اون دنیا، شما که در سومش بدجوری گیر کردی. و خداوند هم به من میگفت که اگه شما میخواید میخوام کوه تکون بدید باید به مرحله 11 اول برسید بعد مدعی بشید. حالا این صحبتی که من الان خدمت شما کردم، ما در مراحل مختلف ایمان رو خدا به ما میده، ولی ما وظیفه داریم که دائما در بزنیم و این رو گسترش بدیم و به چند دلیل ما به این جهان میایم و یکیش همین تکامل خود ما هست که باید درش خیلی سعی بکنیم. خب جواب دادم اندازه. بله. ببخشید. پدر بزرگتون به شما میگفتش که شما انقدر مذهبی هستید باید برید حوزه علمی قم. بله دیگه. من نه قم، نجف. ولی ما اون وقت آخه پدرم اینا می‌خواستن ما رو بفرستن انگلیس و آمریکا، ایشون میگفت که ایشون باید بفرستید نجف. حالا این دیگه از بچگی خداوند این مرحمت و لطف رو کرده بود که از همه یعنی یکی از مهمترین به نظر من شما اگر ایمان داشته باشید خداوند شما رو حفظ میکنه. از حال و هوای اولین حضورتون کنار خونه خدا برامون بگید. دیگه خداوند، حالا من یه چیزی اولا که در اونجا که یه حالت به خصوصی داره، مثلا بالاترین جایی که من دیدم مکه و مدینه است. بعد از اون اتفاقا خود مشهد اونجا هم حال خیلی به خصوصی به آدم دست میده. و یک مرحله دیگری که من در ایران دیدم که برام خیلی عجیب بود دسفول بود. حالا اینم که یه محل هایی هست که اصلا شما رو به خدا خیلی نزدیکتر میکنه. ولی یه ذره میخوام برگردم عقب. ببینید هیچ قدرتی در زمین و آسمان ها مگر قدرت خدا نیست.
و هر قدرتی که در ما هست این رو خدا به ما میده. الان من اینکه دهنمو باز میکنم یا فکر میکنم یا دستمو تکون میدم، این قدرتی است که خدا به ما عطا کرده و این خداوند این قدرت رو خودش لحظه به لحظه به ما میده و خلقت خداوند یه خلقت دائمیه. یعنی خداوند زمین و آسمان رو خلق کرده و هر لحظه داره مسائلش رو تدبیر میکنه. حالا صحبتی که میخواستم به شما در جواب شما بکنم اینه که خدا در وجود شما در هر لحظه هست. حالا در بعضی مکانها شما نزدیکتر میشید به خداوند که این خب خیلی خیر هست. ما اختصاصیه، یه جمله اختصاصی که تا حالا هیچ جا نگفتیم برام بگی، در مورد هر چی دوست داری. در مورد هر چی که دوست دارم. حالا به موضوع بحثمون نزدیک باشه خیلی خوبه. نه خب من چیزی که دوست دارم این است که واقعا به غیر از دینتون رو برای خدا خالص کنید. یعنی اینو یعنی واقعا عرض می‌کنم، یعنی هر چه می‌خواید از خدا بخواید و به غیر خدا به چیزی نگاه نکنید. این قلب تمام مسائل است. خیلی ممنون. یه بخش از برنامه رو می‌بینیم، ما صحبتمون ادامه داره با شما.